قربون شما بابا. آقای افشین اون بالا هوا چطوره؟ الان بهت میگم صبر کن. من یه جایزه گرفتم، یه موتور خریدم. الان حساب بکنم با پول الان بالغ بر 20 میلیون اینا به من بدهکارن. به خاطر اینکه پیک موتوری همش من اینا رو مفتی میبردم این ور اون ور. بعد چه جوری اینا میشستم پشت، مثلا هوتن داشت صحبت میکرد با من همینجوری. حالا فکر کن پای منم بلند خودش اینه سرعت گیره، مثلا این از یه جایی بره گیر کنه موتور میره ما میمونیم اصلا. بعد از این جاهایی ما میرفتیم تو اتوبان که دیگه نه تاکسی هست نه آبر هست، ماشین سنگین مثلا اینجوری. یهو وسطا میگفتم داداش همینجا خوبه پیاده میشی، میگه یهو سکوت. بغض میکرد چون میدونست پیادهش کنم یه چیه دیگه من نمیشه در زمین شوخی کرد. در نهایت پیاده میکنم، بعد این میمونه و ماشین سنگینا. بعد یهو میرسید نزدیک خونش، لحنش عوض میشه، میزد پس کردیم برو بابا با این موتوره بیا لگن.